گفته است که مضمونا میگم دور و دراز نیست است، همین مضمونا میگم گفته است که کبیری به ایران فقط با گالستوک می اومد، در اینجا گالستوک رو خوش ندارن. همین گالستوک چی فایده داشت که به همین ایران زده نمیرفت؟ اساسا همین خود کبیری سبب شد که ایران نهضتی ها رو بد دید و حالا مناسبتش با حکومت خوب شده است. همون گالستوک کبیری همه جا رو ویران کرد. ببینید در سیاست کلان گالستوک کبیری پیش رایگان همکاری رو نگرفته است. جمهوری اسلامی ایران با ارمنستان مسیحی رابطه خوب دارد. با حکومتداران ارمنستان همشون گالستوک میبندن و با همه کشورهای آمریکای لاتینی همکاری خوب دارن. اونا مسلمان نیستن، همش مسیحی کاتولیکن اکثرا. با جمهوری مردمی چین رابطه خوب دارد که اصلا نه مسیحیان نه دین دارن نه مسلمان، همش کمونیست هستن، رابطه خوب دارد. یک گالستوک کبیری پیش روی مناسبت‌های ما رو نمیگرفت و نمیتوانست بگیرد و جمهوری اسلامی ایران میتواند با یک ریشه‌دار هم مثلا خیلی از سلفی ها و خیلی از کسان دیگر که همین گپ واقعیت داشت که واقعا شما در ایران هم خیلی با گالستوک بله من با جمهوری اسلامی ایران وقتی که میرفتم من اصلا زیاد گالستوک در خارج نمیپوشم. من وقتی با جمهوری اسلامی ایران میرفتم در بسیار ملاقات ها و کنفرانس ها گالستوک میپوشیدم. میرفتم برای چی؟ برای آنکه در تاجیکستان وقتی گالستوک میپوشیدم من میخواستم که جمهوری اسلامی ایران مرا همون طوری که هستم با من کار کند و قبول کند. من نمیخواهم که در تاجیکستان یک چهره داشته باشم، جمهوری اسلامی ایران بروم یک چهره داشته باشم، امریکا رفتم یک چهره دیگر، روسیه و خیتای رفتم باز یک چهره دیگر. من همون هستم که هستم، با همون گالستوک با همون لباسی که در تاجیکستان میگشتم در تمام دنیا با همون میگردم. همین مثلا خیلی ها میگفتن که چرا ریش نمیمونی رئیس نهضت اسلامی تاجیکستان شدی؟ میگفتم من قبل از آن که رئیس شوم ریش نداشتم. مرا برادران و خواهران نهضت اسلامی تاجیکستان با همین گالستوک و با همون ریشی تراشیدن. بعد از استاد نوری ریشدار و ساله‌دار و تاقی و جامه‌دار مرا رئیس حزب انتخاب کردن. خب چرا مرا همین قبول کردن نهضت اسلامی تاجیکستان، چرا من بیام حالا چهره‌ام رو دیگر کنم به خاطر آنکه من مثلا رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان شدم؟ من این رو ببینید در اول خیلی ناراحت بودم. با من حتی یک دو بار در جمهوری اسلامی ایران گفتن که خب ما میدونیم ولی در این جلسه‌ای که شما ملاقات میکنید رهبری دولت هست، مثل آدمای کلان است، مثال حداقل در همون جا بگیرید. من میگفتم که ببینید من نمیخوام کسی رو فریب کنم. بگیرید میگفتن بله یعنی همون گالستوک رو بگیرید میگفتن، یعنی یک توصیه‌های دوستانه برادر اونایی که خیلی یعنی توصیه‌های دوستانه میدادن، من صمیمیت اونها رو شک نداشتم. اما من میگفتم که نه این من حتی بعضا میرم در امریکا در اروپا گالستوک نمیبندم. مثلا در همین 9-10 سال اخیر من شاید خیلی به ندرت گالستوک میبندم. در ملاقات‌های رسمی هم در همین صحبت‌های آنلاینی هم خیلی کم گالستوک میبندم. یعنی ببینید شما آدم نباید در پیش کشورهای دنیوی خودش رو دنیوی بتراشد، در کشورهای دینی بتراشد، در هر کجای رفت یک چهره دیگر. آدم باید یک سیاست رو انتخاب کرد، در همه جا بگید مردم من یک مسلمان سنی حنفی هستم، یک تاجیک هستم، دینم این است، نظر دینی هم این است، نظر سیاسی هم این است، مناسبتم با ریش و گالستوک در همه جای خیل است و مردم اگر مرا قبول کرد میخواد قبول کند، اگر نکرد کار شخصی خودش است. و یگان خیر ریاکاری و پنهانکاری رو ببینید فشار بالای من است، اون قدر فشار بالای من است که چرا ریش نمیمونی؟ هر کسی دیگر میموند لکه ریش مونده بود. حالا استاد همینجا یک واقعه یادم آمد. شما ولایت سوخت سفری کاری داشتید، در یک وخوری با آموزگاران بود به فکرم. یک دیرکتور مکتب برخیز به شما سوال داد که برای چی شما رئیسی حزب ریش ندارید و همه شاگردان و هم حزبایتان تا همین خیلی ریشوی کلان مانده هستند؟ بعد شما گفته بودید که
همون لنین و کارل مارکس و فریدریخ انگلس رفته پرسیدم که برای چه خودشون ریش دارند و شاگرداشون و پیرواشون ریش ندارن. بعد من جواب میدادم گفته بوده بسیار عجیب اومده بود. یادم نیست، البته این سوالات زیاد میشد، من این یادم نیست. من یک بار میدونید قصدا ریش موندم که بود سالهای تحصیل در اکادمی دیپلماتی روسیه. یک دسین داشتیم بسیار ریش رو بد میدید، اصلا این مسلمان ها و کافکازا رو خیلی بد میدید. اوج جنگ روسیه و چچنیه بود. یک همکورسی ما از ابخازیا بود، اتفاقا مسلمان نبود، مسیحی بود، ابخازی. یک جوانی کافکازی زیبا، ریش زیبا داشت، ریش موند اومد. بسیار سخت گرفت از او که ریشت رو تراش وگرنه در امتحان راه نمیدیم. خب به هر صورت اکادمی دیپلماتی او دلش بسیار بچه پرینسیپناک بود. بعد گفت چیکار کنیم، خودش تنها ریش دار بود. من امتحان اون معلم یک ماه بعد بود، درسان تمام شده بود. من گفتم چند نفر رو دعوت کردیم، گفتیم که بیاید همه ما ریش میمونیم به خاطر همدلی و کمک به همین همکورسمون و به همون امتحانی همون آدم با ریش میایم، اگر پیش کرد همه رو پیش کنیم. بعد ریش موندیم هممون، منم ریش موندم و به همون امتحان رفتیم با ریش. خودش هم فهمید که چی اشتباه کرد، چون نمیتونست همه گروه رو اکثریت رو از امتحان پیش کنه. یعنی اون وقت من از روی پرینسیپ ریش موندم. دیگر چند باری که ریش موندم، مثلا در وقت تعطیل ماه رمضان در تاجیکستان گاگو ریش میموندم و حالا هم گاگو دیر میتراشم. اما نه، من فکر میکنم که در ببینید ریش سنت است. من به این اعتقاد دارم، احترام دارم و خیلی دلم میخواهد که حتما میمونم و دلم میخواهد که زودتر مونم. اما ببینید بعضا میشود که حالا وقتی یک راه رو هدف رو من انتخاب کردم، خدمت به دینم، خدمت به ملتم، به کشورم، به این هدف، حالا آدم باید در بعض جاها وقتی که اولویت ها رو شما تعیین میکنید برای خودتان، یک چیز است که با فرایض است، واجب هست، سنت است، مستحب است، مباح است و بعدا میرود. وقتی که اولویت بندی میکنیم ما نمیتونیم برای اجرای یک انجامی که فرایض را بهتر، یعنی مبارزه فرض است، واجب است، نتیجه گیری فرض و واجب است، در یک جایی که من میدونم که خب باید خودم بیایم بگم که پروردگار مرا ببخشد، حضرت پیامبر ببخشد که ما از سنتش را احترام داریم، دوست داریم، اما در این مرحله فکر میکنیم که برای خدمتی بهتر و خوبتر، حالا یک قسم از مسلمانان اگر این کارو کردن اشکال نداره. البته هستن بسیار برادران بزرگوار که میگن آیا میشه یک مسئولیت کلان را بدون رعایت سنت خوب انجام داد؟ بعضیا بر این باورن که نمیشه. خب بعضی دیگرها باورن که نه میشود و باید هم در بعضی مرحله ها. خب من یگان استاد دانشگاه دینی نیستم، یگان امام مسجد نیستم، من یک رئیس حزب سیاسی ام، ولی حزب دینی است، ولی من یک سیاستمدارم، رئیس حزب سیاسی هستم، استاد دانشگاه بودم، سیاستمدار، با دیپلمات‌ها صحبت میکنم و حالا من نمیدونم اگر ریش موندم چقدر کمک میکنه. در همین شب و روز بیریشی هم زیاد کمک نمیکنه، مطمئن باشید. یعنی دیگر در جهان را شما با گالستوک و بیریشی اصلا به هیچ که تاثیر ندارد، یا ریشم با کسی رو دیگر نمیترسونه نه چیزی دیگر. ولی خب انشالله که روز ساعت شما دیگر باز اگر زنده باشیم میبینیم انشالله.